با زمین، همه با زمین. هم شوید. کسی نکزد. هم شوید. هم شوید. کسی نکزد. سردارم خوب هستید؟ زود بروید. بیا تیزتر این همش مرده رفتند. قریب بود که ما را دستگیر کنند. آواز را شنیدید؟ بله شنیدیم. حالا خیلی براحتیم. نه مرده باشند هم تا به خود آمدنشان وقت می رود. فهمیدم. بیا از اینجا دور شویم. بیا رویم. بیا زودتر باشیم زودتر. راه گردید. لیلا زودتر باش. کی را انتظاری؟ تیز به موش. چی شد لیلا؟ کمبودی هست؟ نه کمبودی نیست. گفتم مطمئن باشم. میخواستم فهمم که نفر جان به سلامت برده است. زود سوار شو. خودتان رو محافظت کنید. همه خوب است. خوب یگید و خیری کجاست؟ قماندان هم در اطراف نیست. به فکرت در آنجا زنده میمانند؟ اینها 7 جان دارند. یا یگید و یا نجیبی میرد برای ما بسنده است. من شخصا یگید رو میخواهم. بله خطری کلان یگید است. من هم یگید رو انتخاب میکردم. اینها کجا گم شدند؟ پیش از ترکیش در نزدم بودند. همینجایم سردارم. شما چی حال دارید؟ قماندانم شما خوب هستید؟ بله خوبم. برادر حیاتم را نجات داد. شما را در حال به دکتر نشان باید داد. نه من خوب هستم. خوب نیستید. ما هنوز نمیدانیم که با شما چیکار کردن. سردارم در اینجا برآمدگاه پنهانی است. از همانجا گرفتن. تو از نزد قماندان دور مشو و بیمارخانه ببرید. مرکزی ما ببرند. هم دکترانی بهتر داریم و هم در کجا بودنشان رو ندانند بهتر است. راست میگویی. همراه یگان کس را گیر و استخباراتی مخصوص روید. فهمیدم. یگید بیا با درون میدرویم. لازم نیست سردارم. ما دیده برآمدیم. در آنجا کسی نیست. حدی اقل در نجات دادن قماندان موفق شدیم. لیکن تا حال نمیدانیم که دنبال چی میباشند. بیا میدرویم. با من بیاید میدرویم. رفتیم. بستر زودتر. اکنون شد. لیلا تو از پشت کارت شو. قماندان را چخیل به آنها دادیم. کارمان ناتمام شد پیکست. اگر به گفتی تو باشد قماندان زنده باشد پس نقشه همان حالا هم گذرانده است. چخیل پروفسور به تو میگوید. من وظیفه لازمی را اجرا کردم. حالا به حیات مقرری برگشت. اگر زنده مانده باشد پس به یک قطره دارو چون آدمی آهنین تبدیلش میدهم. وای عجیب بود است. چگونه دارو را برایش میدیم؟ اول زنده بودن و یا نبودنش را دانیم، بعد راه خواهیم یافت. زودتر. مرحمت. شیطان است شیطان. چرا احتیاط نمیکنی مراد؟ او برادر من است.
ман коре накардам охир. Танҳо каме расидам. Нурбону, як лаҳза гӯш кун. аз ростӣ нафаҳмида шуд. Намехоҳам ки туро ранҷонам. Намехостам туро ранҷонам. маро бубахш. туро ранҷонидан охирин хоҳишам бодо. аз ман наранҷ акнун. илтимос бубахш. ман боз ба ту ронандагиро меомӯзонам. дар куҷо? дар роҳ? ин хел мешавад магар? ман дар ҳаётам бори мошина рондам. фикр накун. боз дар роҳ чӣ гуна мебароям? ҳеҷ чиз намешавад. дар барат ман ҳастам. савор шав, меравем. хурсандӣ мекунем. таъби ту ҳам болида мешавад. майлаш. марҳамат хонум. марҳамат. ба куҷо меравем? ягон ҷои танҳо меёбем. барои ту як курси оҷилӣ медиҳам. дар 1 соат ронанда мешавӣ. ба техникаи ронандагии Мурод хуш омадед. برای تحقیق جای حادثه خبر دهید. با کامپیوتر چی شده باشد؟ ضمن گریختن در ترکیش از دست مختیده بود. اوه ёбем ҳам хокистарашро меёбем сардорам. هیچ گپ نه. پارچه هایش هم مهم است. бале سردارم ما یک اطراف رو ببینیم. مایلش اما یگان چیزی رو نرسید. майлаш чӣ шуд? ягон чиз ёфтӣ? شیشه دارو. номи ин доруро боре ҳам нашунидам. ба ягон доруи зидди дард ҳам монанд нест. خیره با اینجا بیا. лаба яка این دارو رو ببین. کو فهم چگونه دارو باشد. ин кор соҳаи мутахассиси ман аст. ин корро ҳал шудагӣ донед. тамом сардорам. инро дар марказ месанҷам. مایلش. сардорам, компютерро ёфтем. خوب این را زود با عاطف روان کنید. خوب نگاه کند. شاید چیزی یابد. итоат сардорам. кани гузар, як бинем. дар фикр мондам. рухсатномаи ронандагӣ ҳам надорам. полис агар дар роҳ дорад чӣ? бе ин ҳам бо дадаам бадам. сарамро дар балон сарат дар мемонад. балон намемонад. оғои Синон як занг мезанад халос. ва ё худат метарсӣ? не, чаро метарсам? набошад гузар сари чамбарак. хеле осон аст. аз дучарха рондан душвор нест. нигоҳ кун аввал. чамбаракро қапида, чамбаракро мисли соат фикр кун. чун 9:15 фаҳмидӣ? дасти чапат инҷо ва дасти ростат инҷо. аввал ба чап, баъд ба рост. ҳамин хел не? бале, ҳамин хел. 9:15 гуфтӣ. ту ҷиддӣ гуфтӣ? албатта ки барои беҳтарин ронандагӣ ҳамин аст. оинаҳоро дуруст кун. дар оина мошини худатро бояд дида натавонӣ. майлаш. мошин ҳам автоматӣ аст. газро зер мекунӣ меравад, тормозро зер мекунӣ меистад. бозичаи кӯдакона. тормозро зер кун. акнун ба ҳарфи д биёр. натас Нурбону, кани. газро зер кун. оҳиста, оҳиста, сокин бош Нурбону. чӣ шуд? газро оҳиста оҳиста зер кун. ман наметавонам. биё акнун, биё. як бор дигар санҷ. акнун оҳиста газро зер кун. офарин, хеле хуб. дидӣ, хеле осон аст. چی شد سردارم؟ با چیزی شبهه دارید؟ و یا از استخبارات پنهان می‌دارید؟
егедин чӣ гуна сухан аст? агар чизе донам чаро нагӯям? отиф як бинад ягон чиз ёбад хабардор мекунам. шуд сардорам, шуд. با شما شوخی هم کردن نمی شود. زود ملامت میکنید. امروز حالت رویم خیلی بد است. نجیب سردارم رفته قماندان را یک بینیم. او را صحت ماندنشان عجیب است. راست میگویی. چرا همراهشان نبردند؟ از همه بهترش رفته از خودش پرسید. شما نزد قماندان روید. من هم با امنیت میروم. در علاقه میمونم. فهمم سردارم. احتیاط کنید. مرحمت سردار. ана ҳамин қадар сокин боз ҳам сокинтар бош. чамбаракро аз ҳад зиёд сахт нахам, каме оҳиста. аз рости ронда истодам, боварам намеояд. шуд, каме дигар газро зер кун. бо оина ақибро нигоҳ кун. нурбону, каме газро зер кун. ҳамин хелаш хуб аст. тестараш лозим нест. нурбону, охир мисли сангпӯст рафта истодаем. инро бубин, дар чил рафта истодаем. каме дигар газро зер кун. با چشم روید من کوپن رو گذرانم و میآیم. بچه من همین کوپن بازی رو به این هم از این کوپن بازی خیر نیست. بیا خونه روید. زود میآیم شما روید. اوه این کار هم خیلی بزخ بوده است. کمی دیگر گاز رو زیر کن. یگان پلیس مولیس نیست؟ تو گاز رو زیر کردن گیر غم مخورد. انا میخیل. عاطف گوش کن مرا. لبای سردارم. از کامپیوتر یگان چیز برآمد؟ کار کرده ایستادم. لیکن حالا چندان موفق نشدم سردارم. کمی ویران شده است. لیکن من مطمئنم که تو از آن برای ما چیزی دریافت میکنی. اطاعت سردارم. اگر چیزی پیدا کردی خبر ده. فهمم سردارم. بچه‌ها چی شد؟ چرا اینجا هستید؟ وگرنه با نوربانو یگان چی شده است؟ چیزی نشده است امکی نجیب. تبش خیلی بریده است. حتی خیلی بریده است. چی شد که؟ عینکت کجا شد؟ شکست. الپرین امروز با مکتب اومد. با مکتب ما. با نوربانو جنگ کردند. بچه‌ای که با نوربانو بود الپرین رو تلا کرد. هیچ چیز نشده است. من سری او رو میکفونم. خدا نگاه دارد. در کجایند؟ امکی نجیب باباش به نوربانو ماشین خریده است. ماشین؟ سودا تو چیا گفته ایستادی؟ نوربانو ماشین رانده نمیتواند. بچه‌ای دربارش بوده میرون. دادا گفتم که با ما بیا اما گوش نکرد. با اون بچه رفت. او دیگر پای من نیست. این دختر مرا دیوانه میکند. چرا چون این کار میکند؟ کنی با اتاق من بیاید هر دیتان. بوبین در اول نمیتوانم گفتی خیلی خوب رونده ایستاده ای. اینقدر بزخ بودنش رو نمیدونستم. کاری عجایبی بوده است. گاز رو زیر کن گاز رو. این یکی از جایش میپرد. البته که میپرد. ماشین بهترین است. نترس. در برات من هستم اخیر. حاضر برایت موسیقی هم میمونم. اوف باورم نمیآید. چرا با پیشت نگاه نمیکنی؟ مرده باشد او. مراد رفته بین با او چی شده است. ای زن تو هم چپ و راستت رو یک نگاه نمیکنی؟ نفس میکشد. من از تو میپرسم نفس میکشد. من از کجا میدونم که نفس میکشد یا نه؟ خدا یک نون چی کار میکنی؟ دیگر از من سوال نکن فهمیدی؟ خلا جان خوب هستید؟ خلا جان خیزید خوب هستید؟ آفرین پسرم آرام باش. دادا اکنون چی کار میکنه؟ پراکنده شدیم. التماس یکان راه یابد. گوش کن. سن و سال تو حالا خیلی میده است. اپاد باشه جوان است. دخترها در این سن و سال کمی غمگین میگردند. ما هر دمون باید با اپاد یاری کنیم. ما یا خطا کنیم اپاد دو خطا میکنه. سودا خواهش میکنم الپرین رو به خانه ببر. خوب شده سمکی نجیب. الپرین بیا من تو رو میبرم. نه سودا شاید رقم ماشین رو میدونی؟ به خدا ندیدم امکی نجیب. میلش
برای نگاه کردن الپرین تشکر. خلا اوف خدایا اکنون چیکار میکنه؟ زن رو کشتی، میفهمی کشتی؟ شاید نمرده باشد. بیا با بیمارخانه بریم او رو. با پلیس چی میگویی؟ میگویی که به شهادتنامه رانندگی ماشین میراندم و زن رو پخش کردم. میدونی چند سال زندانی میکنند؟ حیاتت میسوزه. پس چیکار میکنیم؟ البته این زن رو در اینجا پرتافته نمیرویم کو. کسی ما رو ندیده است، از اینجا میرویم. مگر تو دیوانه هستی؟ البته یگان رقم تلفن دارد. خبر میدهیم. شهادتنامه رانندگی داره گو هیچ چیز نمیشود. من حیاتم رو از کوچه نیافتم، در زندان نمیپوسم. پس چیکار میکنیم؟ یگان چیز بگوی. از اینجا میرویم، در حال میرویم. پیش درو. اوچا نگرزید به نموسو به هیاهو نگرزید اینجا بیاید. اوچا خزید التماس. یک بچه ما رو دید مراد. اکنون چی کار میکنه؟ چقدر که خواهد دیدن گیرد دیگر کاری نمیشود. آخر کشتم روی راست کشتم. مراد اکنون چی کار میکنه؟ نوربانو بس است نالیدن. بس کن، کاری شدگی شد. اکنون کمبودی خودمون رو خودمون میبینیم. خدایا کشتم او رو من. خوش آمدی آقای شرف. خوش باشی آقای محضر. احوال قماندان چی خیل است؟ توابت دوام دارد آقای شرف. مرحمت درون دراییم. مرحمت. احوالش چی خیل؟ از تخمین کردم هم خوبتر است. نه جای سیاه نه جای ضربه، لیکن روحم خیلی هم بد است. آقای دکتر تشکر. می توانی روی. قماندان خدا شفا دهد. تشکر. قماندان سری ما خم نمی شود. تو حقی تربیه گرفتت را پرداختی، همه کارهای لازمی را انجام دادی. ما این را می دانیم. راستی گفت تو کاری نادرست نکردی. اسکرانم سردارم اسکرانم شهید شدن. بی حیاها، بی ناموسا. از کودک ها چی میخواستند آنها؟ کاش مرا میکشتم، من هم شهید میشدم. سردارم من یگان خطا کردم. مگر چرا مرا برای شهید شدن لایق ندیدند؟ شد فرزندم، غمگین نشو. یک چند روز استراحت کن، پس آن همش را گپ میزنم. سردارم اگر اجازت دید هر چیز زودتر کار آغاز کنم. خائنان در خیابان دست افشانی کنند، من در خانه نشستن نمیتوانم. تو آنچه که با تو میزی بعد اجرا میکنی، لیکن من امر میدهم استراحت میکنی. میلش آقای شرف، با تو میخوام در تنهایی صحبت کنم. البته. آقای قماندان بفرمایید. یگید تو بیست. هر چی که امر کنید سردارم. همش از روی تو شد. زن رو من زدم. اگر چرا از روی من بوده است؟ رونده نمیتوانم گفتم. شهادت نامه ندارم. مجبور کردی که رانم. اگر با اون زن یگون چی شده باشد چی کار میکنم؟ پلیس ما رو یافته به محکمه میکشند.
нурбону ту айб надоштӣ он зан нохост худро ба роҳ партофт. моро диданд, ҳатто рақами мошинро ҳам гирифтанд. танҳо як кор карда мешавад. чӣ хел? вазъиятро ба оғои Синон ва Апад орзу нақл мекунем ва мо танҳо онҳо ёрӣ дода метавонанд. не намешавад. ман рафта ҳама чизро ба дадам нақл мекунам. беақле накун. аниқ дадаат туро маҳкам мекунад. албатта мо инҷо барои наҷоти ту кор карда истодаем. ин хел намешавад. ба назди дадаам е духтар девона шудаӣ? он вақт маро ҳам месӯзонӣ. қудратро ба даст гир. бахайр ҷавоно, инҷо ягон дард доред? не ака, ягон дард нест. суҳбат дорем. магар пули чойнӯшӣ надоред? инҷо чӣ кор мекунед? дар ҳавои тоза суҳбат мекунем. зудтар бошед, эҳтиёт кунед. барори кор ака. агар ками дигар гардиш кунем, шабро дар маркази полис мегузаронем. роҳгар. оғои мазҳар, оё сабаби дар ҳадаф қарор доштани қумандонро ёфта тавонистед? фикр намекунам ки ҳадафи асосӣ қумандон бошад. пас кист? шумо ҳастед. хеле ҳайрон менамоед. ростӣ ҳайрон шудам. барои ин кор омода шудаам. ба зану фарзандам ҳам гуфтам ки ба ин кор омода бошанд. оё сабабашро ба мо гуфта метавонед? чандин вақт аст ки бозпурсие карда истодем. якчанд афсарони баландрутбе бе ягон сабаб худкушӣ кардаанд. дар ҳақиқат худкушӣ карданд? ростӣ худкушиҳо муқаррарӣ нестанд. далелҳое ҳастанд ки шубҳа бедор мекунанд. барои ҳамин кофтукоб дорем. афсарҳо киҳо буданд? номҳояшонро гуфта метавонед? барои мисол полковник бингуч вардарлик ки худро аз айвон партофтааст бо он кас вохӯрӣ карда будем. бо корҳои давлатӣ маълумотҳои хеле гарон оварда буд. чунин полковник солҳои пеш дошта будем ва мисли полковник чиёғлу дар тунҷелӣ адои вазифа мекард. ба ёдам омад. гуфтанд ки дар хонааш ба сари худ тир холӣ кардааст. ин овоза аст, ҳолон ки он рӯз рӯзадор будааст. سردارم باز در یک پرونده دیگر موفق شدم. پشت درونش چی دارد؟ دختر بالاخب میزبان پیکاس با او یک چند بار مکاتبه کرده است. سخنها همه رمزی اند. در چنین حالت چیزی را فهمیدن دشوار است، لیکن اگر با دقت خوانده شود آنگاه بعضی چیزها روشن می شود. ببینید رسمی در پریج گریفتش را روان کرده است. از نوشته‌جات‌هایشان چیزی نبرآمد. یگان نشانه ای نیست. باید که باشد. احمق وقتی دلخوشکنی ارزان هم ندارد. این معلومات ها را با دیگر معلومات ها آمیخته تحلیل کردن می باید. در اینجا پیکاس می گوید که آدمات را به سفر برآوردم، تاریخ ها را مقایسه کردم. همان روز یک پالکونیک خودکشی کرده است. فکر می کنم که یک ارتباطی دارد، زیرا قبلا با پیکاس چندین بار بخوری کرده است. عاطف همه خودکشی‌هاشو پناه کند. بله سردارم. پالکونیک خودش به سر خودش تیر خالی کرده است. سلاح باشد در دست راستش، ولی در اصل چپ دست بود. عاطف اینها چقدر با عقل هم باشند از عقبشون ببین، چون این ایسهای کلان میمونند. مهمتر آن است که ما باید با دقت نظر کنیم. تو دوام دادن گیر و اگر آقای مظهر یگان کار پنهانی داشته باشد کسی نداند. این به فایده عملیات است. و من مکتوب ها رو در جهاز حافظه ده. من به جای های لازم میدیم. من وضعیت رو با آقای مظهر میرسانم. در آخری کار من باشم و یا نباشم تمام ریشه شبکه را قاق خواهم کرد. آقای شرف، ریشه این لایه ها طول عصر هاست. چنان پهن شدن که در مکانهای گوناگون و سازمانهای گوناگون قرار دارند. میفهمید؟ برای مجادله بر ضد آنها باید خیلی هوشیار و با دقت باشیم. از آدمان نزدیک خود شبهه کرده
خیلی نازکانه باید عمل کنیم. برای کمک هرچی از دستم آید آماده هستم. لبی؟ آقای مسار، عاطف از کامپیوتری که از انبار یافته بودیم یک چند معلومات پیدا کرده است. صحبت‌ها با یک دختر با لقب میزبان را یافتیم. احتمالا نقش تهدیدی دارد. پرونده رو به شما روان میکنم. شاید به کار آید. تشکری زیاد نجیب سردار. ما هم آید به موضوع در یک جای جلسه داریم. در اینجا سخنهای عجیب شد. وقتت که شد وام میخوریم. روز بخیر آقای مسار. بچه هایی که سر و کار دارند شخصیت میزبان را که با پیکاس صحبت کرده است دریافتند. یگید بیا کشو. اگر خواهید شما هم مرحمت ببینید. نخوان. این دختر یکی از زنهای پاکونیک است که خودکشی کرده است؟ سردارم ببینید، دو رسمی دیگر یافتم. کنی کشو؟ این ملکه است. خدایا. سردارم یک پرونده دیگر از امک شدن نمیتوانم. کوشش کن عاطف. تو باید موفق شوی. کوشش دارم سردارم، اما موفق نمیشوم. باز از کجا برآمد؟ در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. فیلم سهراب محمود. تولد او خطا بود. گفتم اعتبانی چیه؟ زندگی او پرجفا بود. کارگردان حاتم نورов. جستجوی مادر از یک طرف، شکستن‌های عاشقانه از دیگر طرف. نهایتش چیست؟ در نقش‌های اساسی عالم محمود، نگاره رحیم. و شما فهماست؟ و این چی میگوید؟ که باباش رو بیدی نیروی محبت. چه خیلی که میبینید از تگ هر سنگ پیکسی ناکس میبراید. حداقل در پسشان که هست میدانیم، هدفشان را نیز میدانیم. اگر ثبت هایی که با آن تهدید میکنند پیدا شوند از طریق معلومات های افشا شده لوگ کلابه را به دست میاریم. همش را میفهمیم. بله کاری زیاده در پیش است. آقای شرف،
با اجازت شما میخوام وارد این کار شوم. این کار نه تنها کار عسکران و یا کار استخباراتی مخصوص است، این مسئله دولتی است. اجازت دهید ما هم شامل شویم. آقای مظهر، با شما برای کارمند قدردان دولت کار کردن و ما هم قوت و هم قوه معنوی میبخشد. استغفرالله. پگاه جنازه عسکران شهید برگزار میگردد. بهتر بود در آن معرکه‌ای که امنیتش ناکفایه است اشتراک نکنید. تو با جای من میبودی چیکار میکردی؟ اگر هر خطری هم تهدید کند، اگر مردنم را دانم هم به جنازه شهیدان میروم. همین کار رو چرا من نکنم؟ ما از اول وقتی در آمدن به کار همه اینها رو پیش چشم نگذاشتیم. راست میگویید. با اجازت شما. به شما گفتنی دارم. بفرمایید. زود باش عاطف، پرونده را کشا تا ببینیم که درونش چی باشد. شد به فکرم. عاطف این چیست؟ چی ما در اینجا معما حل کرده شده ایم؟ سردارم آخر چیکار کنم؟ شما یک کامپیوتری نیم سوخته را آوردید. راست هم حق هستی. شد تو از دست آمده رو کردی. با این پرونده با سر و کار میگیریم. حاضر وقتی زیاد نداریم. فهم سردارم. تا بازدید آقای شرف. سلامت باشید آقای مظهر. شما هم سلامت باشید. تا بازدید. احتیاط شوید. راه سفید. برای خدمت‌هایتون تشکر. تا بازدید. درا دارویی که به شما گفته بودم عین حال قماندان خوب می نماید. اگر که همین چسبک را در پوستش رسانی به خونش می دارد و گیفناز به کار می دارد. بعد می بینیم چی می شود. بعد بام برای شهیدان مراسم جنازه برگزار می گردد. مکان موافق است، کامراها هست، جای خوب، خیلی خوب می شود. در آنجا تامین امنیت دیده می شود. چی خیال می کنید؟ پروا نکنید، من نقشه دارم. درا مرا جیغ زدید. کنی بیا لیلا، پگاه کاری مهمی داریم، همان را صحبت میکنیم. چی کاری مهم بوده است؟ راهبری قوه ها را میکشیم. چی خیل؟ اکنون شنیدی؟ روزهای سال 93 را احیا میگردانیم. همان وقت کماندان هوایی را کشته بودیم. راهش را تعقیب کردیم و پگاه کارش را تمام میکنیم. چی کار میکنیم؟ یکی از کماندانی که محافظی راهبری کماندان را بوده بودیم، کار را با آن کس حل میکردیم. اما یگید پیشی را همان سنگ گذاشت. نقشه را دیگر کردم. این کار را به دیگر کس میگذارم. و کی بوده است؟ یک رفیقم از قوه های سیاه، رفیقی اعتمادناکم، نام چنگیز. تلفنش را به تو میدیم، او را به اینجا میاری. فهمیدی؟ مایلش گرفته میارم. زودتر باش، وقت زیاد نداریم. زود باش. فهم سردارم.
گفتم که پیکاس یک باره چی میکنه. قریب بود که شخ شوم. مدام که در اگن بودن لیلا مطمئن باشیم چرا او رو نکشیم خلاص شویم. برای ما درد است. گماشته را که ترک کردی کاری میکردگی او رو باید استفاده کرد. خبرهای دروغ داد کیامینیک. حاضر لیلا رفته همه را به مظهر میگوید. ما هم به حضور کارمان را میکنیم. این را نباید فراموش کرد که مظهر و ملکه خیلی دانان و میگویم که کار را کشاله ندیم. بم ماشین را در بیرون گذاشتی؟ نه در گراژ موندم. بچه ها این چی احوال است؟ رنگ و رویتون پریدگی؟ چی شد نقل کنید؟ اپای ارزو ما یک کاری بده کردیم. چی شد نوربانو نقل کن آخیر. ما با ماشین یک پیرزنی رو زدیم. چی؟ ما نه نوربانو زد. استید با پیرزن چی شد؟ بعد با او چی کار کردید؟ نمیدونم در زمین به جان خوابیده بود ما گریختیم. اپای ارزو التماسیوری دهید رفته اون زن رو یابیم. شاید نمرده باشد ممکن خوب است. رفته بیمارخانه ها رو کوبیم. یک لحظه آروم باشید بچه ها. حادثه رو یگان نفر دید؟ با فکرم کسی ندید. نفری بود اما دور بود. گفتم ایسم اما مراد نگذاشت. میگوریزیم گفت. بیهوده گویی نکن نوربانو. مراد کاری درست کرده است. حتی شهادت نامه نداری. میخواهی که عمری باقی ماندت رو در زندان پسی سر کنی؟ کسی درباره اون زن فکر هم نمی کند. آیا مرده است زنده است؟ چه گپ است اینجا؟ این چه آواز است؟ بچه ها چی کار میکنید؟ نوربانو تو در این وقت در مکتب نیستی؟ بابا بسرمون یک بلای کلانه اومد. من یک کاری بده کردم. کنی بگو چی کردی؟ جانم با ماشین یک پیرزن رو زده است. چی کار کرد؟ اوچا خوب هستید؟ مادرتون خوب است خواطر نشوید. کمی علت خورده است و خلاص. اما برای این سن و سال خدا رحم کرده است. بیا بچم خونه رویم. من خوبم. زود شفا یابی. تشکر آقای دکتر تشکر. به ناموس ها زدن و گریختن. بچه آنها را یابند. چیکار کردنم را میدونم. خدا شفا دید. تشکر. رقمی که به شما دادم دیده برآمدید؟ بله سنجیدیم. به نام سینای یلدوز بود است. شرکت نقلیاتی دارد. نشانش را میافتیم. خاطر نشه نفرانی که مادرتان را معیوب کردن حتما میاد. اکا التماس آنها را یابید. شما خاطر نشوید. دستگیر میکنیم. تشکر. اوه خوش آمدی شیر بچه. خوش باشه جناب. کسی که میخواهد وطن دوستدار را بیند به چنگیز نظر کند. ماشاءالله مثل رمبو جوان مرد. شیر بچه هم برای خدمت به وطن آمده ای؟ البته همیشه. اینجا مکان حادث. این کس در هدف است. برای تو برای وطن دوستاری بزرگ هدفهای بزرگ میزیبد. شیر بچه هم چشمن نترسد. چشم ما از کسی نمی ترسد محترم پیکاس. شد جای ترسیدن ندارد. آدمی است. بسری همه می آید. لیکن بابا ما گریختیم. پیرزن در زمین خوابیده بود. ما گریختیم. شاید با بیمارخانه می بردیم خوب میشد. شد نوربانو کمی باشد هم بابایت را گوش کن. شما را کسی دید؟ شاید آنجا نفری باشد و اما خوب ندیده باشد. دیده باشن دیدن گران حل میکنیم. سینان جان به فکرم پلیس ها اومدن. انا ما رو یافتن. مرا زندانی میکنن. آرام باش دخترم. جای ترسیدن نیست.
تا وقتی که من هستم کار کرده نمیتوانم. تو فقط آرام باش. کسی آوازش را نبرارد. با پلیس من خودم گپ میزنم. مرحمت. سینان یلدز شما هستید؟ بله منم. یگان کمبودی است. ماشین تحت رقم 34 بایست از 34 از شما است؟ بله. ما روی افتند اکنون سوخته ما. نوربانو بس است. در بدم رسیده ایستاده ای. در درون شما بودید؟ الله مطمئن استید؟ بله جناب شاید هم هست. من فکرم یگان خطاگیه شده است. اون طرفش رو در شبه پلیس میفهمونیم. مرحمت. اجازت دهید کاستومم رو گرم. بابا چی کار میکنیم؟ دادم اگر فهمند از زدن هم بدتر میکنن. خواطر مباش. با تو حتی دست نمیرسونن. در برای تو بابایت هست. سینان یلدز هست. نترس. آرزو من به شعبه پلیس میروم. تو در خونه با بچه ها بمان. شد میلش. با ما خبر دی جناب. خب شیر بچم همش را فهمیدی؟ حاضر رفته استراحت کن. پگه روزی وزنینت می شود. پگه صبح از دنبال کار شو. مایلش جنابم سحر بام میخوریم. لیلا تو شیر بچه را گسل کن. مایلش. یک دم است. من برای تو ماشین جیغ میزنم. ماشین رو به در پیش روان کنید. مهمون میبراید. خودت رو احتیاط کن. تو برای ما لازم هستی. پروا مکن. خودم رو احتیاط میکنم. تا دیدن. یگید پیکاس از چارچوب زیادی بد برآمده است. باید خاتمه بخشیم. سردارم من رفته او را پیدا میکنم. مغزی سرش را با تیر پاش میدیم. کار تمام. نمی شود. در اصل پیکاس برای ما نعمت است. اگر او را کشی هم به جایش دیگر می آید. مثل او صدها هست. حداقل می دانیم که او چی فکر می کند و چگونه حرکت می کند. این برای ما امتیاز است. چه خیلی امتیاز سردارم. و یک رزیل بیشرف است. بله اما حداقل بی حیا بودنش را می دانیم. این هم به فایده کار است. به جای او هرگز آدمی با حیا نمی آرند. و من شخصیت پیکاس لازم است. از سر نو تحلیل کردن می خواهم. همان وقت به من هم چیزی گفته بود. کارمند دولتی هم بوده از فلان بسمدان. مثال زوجه او آیدی زن و کودک برایت سخنی گفته بود؟ تو از نفرانی بود که هرگز سخن نمی گفت سردارم. چقدر معلومات کمتر باشد اما اونقدر آسودگی بیشتر است می گفت. این طور باشد در دستمون تنها لیلا است. بله. آقای مسار از لیلا موجی فوری گرفتیم. شد خیری. برایش برسان که شام وا میخوریم. جای واخوری آید. فهمم. یگی تو هم آنجا باش. هرچی شما فرمایید سردارم. تو هم میتوانی روی. این آدم در اینجا چکار دارد؟ نسبتش شکایت است. چگونه شکایت؟ ماشینی که به نامش ثبت شده است پیرزن را پخش کرده است. در آخر از دومش دستگیر میکنیم. بگو. ماشین همین را زده است. مادری این برادر رو. به به جنابم، فرزندم این کار را به اینجا آوردن چی معنی داشت؟ حال میکردیم. اما تو چی ها میگویی؟ مادرم قریب بود که بمیرد.
چی شد نجیب سردار؟ مگر به بازرسی автомобیل روان کردن نه؟ اگر دانم که تو رو با سوراخی در کاری روان میکنم همه کار رو میکنم آقای سینان. کنی بگوید چی شد؟ چی میشد سردارم؟ مادرم رو پخش کرده گریختند، شرم نکرده گریختند. دواگرم. مادرت کجاست؟ در دستشویی کمی نطف شدند. خداوند شادیت خاله. تشکر. راننده رو دیدی؟ دیدم پسرم. همین کس بود؟ نه این نبود، دختر بود. دختری جوان بود؟ بله. اماکی نجیب باباش به نوربانو ماشین خریده است. ماشین؟ سودا تو چیا گفته سودا؟ نوربانو ماشین رانده نمیتواند. بچه در برش بوده میروند. جزایش چی کی باشد روزیم. دواگرم کسی که مادرم را پخش کرده گریخته است جزایش رو دید. خاطر مباش. گناهگار را یافته. جزایش رو من خودم با دست خودم میدیم. خاله راننده رو ببینی میشناسی؟ بله میشناسم. مرحبا. شما با درون روید. گاه کن خالم رو یاردم کن. سردارم ماشین به نام آقای سینان است. تازه به راه برآمده است. ماشینی که خاله رو پخش کرده بود کی سودا میکرد؟ یکی از کارمندان شرکت. از کجا دانم من؟ تو ماشین رو برای شرکت گرفته ای؟ رفتم اومده کارگران زیاد شد و من هم برایشان گرفتم. این مبالغه کردن چه معنی دارد نجیب سردار؟ والکن نیازی نوربانو را گرفته بیار. احتمال در خانه بابایش است. اطاعت سردارم. رفتیم والکن. نجیب جان تو چی کار کردن میخوایی؟ اگر به جانم هم رسد قانون را رعایت میکنم. آرام باش آقای سینان. در نیستی شب کجا میره این پیکاز؟ لیلا برای کی کار کردنش را میفهمم. شرم میکنم چی خیلی نفهمیدم. باز خود را آدم شناس میگویم. دختر هم زیبا و هم با عقل است فهمیدی؟ نیکایا من کمی هم فریفته شدم. نیکایا سردارم در اینجا کسی نیست. خواطر مباش حاضر می آید. خانه را بین. کی میداند برای صاحب چنین خانه شدن جان چند کس را سوزانده است؟ جوابش را میدهد. اگر اینجا نشود در قیامت میشود. این آدم رو ببینن حتی برای دخترش قانون رو میبیند. این چه خیلی آدم است؟ چی شده پیورزو؟ دادا ما رو دستگیر میکنند. آرام باش نوربانو. پروا مکن. پیورزو تو رو خلاص میکند. تو دادای ما رو نمیدونی. کسی را خاطر نمیکند. حتی خاطری دخترش را هم نمیکند. سینان جان باید خاموش کنم. بدتر زنگت میزنم. احتیاط کن. انا اومدم. پلیس اومد. ما رو دستگیر میکنند.
ана бубин нурбону ки туро зиёдтар дӯст медоштааст. бубину бифаҳм, қадри бобоятро бидон. апай орзу хоҳиш мекунам маро напартоед. парво накун, аз дастамон омадаро мекунем. зиқ нашав. ман даро бубинам. марҳамат, чӣ мехостед? шом бахайр. аз шӯъбаи полис меоем. барои гирифтани нурбону илмаз омадем. чӣ шудааст? чӣ кор кардааст? нисбаташ шикоят аст. акай нёзӣ кӣ нисбатам даъвогар аст? он тарафшро намедонам. дар шӯъба мефаҳмӣ. наҷиб сардор амр кард ки нурбонуро биёрам. лекин ман ба дадаам гуфтам ки ба хона бар намегардам. нурбону, туро падара ҷеғ назадааст. сардори амният наҷиб юлмаз. чӣ фарқе дорад ки? фарқи зиёд дорад нурбону. туро ҳамчун падар ҷеғ назадааст, балки ҳамчун сардори амният ҷеғ задааст. омода шаву равем. шуд нурбону, на ҳарос. рафта мебинам ки чӣ дард доранд. ман бо ту ба ҳайси адвокат меоям. уф апа, ҳамин ҳам ба сарамон омад. рафтем ҷонам. сухани падаратро ки гӯш накунӣ, боз чиҳое ки ба сарат меояд. ана омад сардор. шом бахайр. шом бахайр. ба фикрам дер накардам. ҳеҷ гап не, ту дар вақташ омадӣ. дар байни бало чӣ ҳол дорӣ? хуб ҳастӣ? не, ман хубам. تو فریبگر، تو درویه، چه خیلی مرا میفروشده؟ چه خیلی نباشد شاگردی تو از کیامینیک. التماس مسخره نکن، به این هم زیقم. چه جای زیق شوی است؟ این جلوهای کاری ما است. آدم نمیفهمد که وای کی خیانت میکند. سرم کفید، اینقدر سنگ مپرتو. آخر از کرده هایم پشیمانم. این منظره شما را باید به خرج نمی آورد مگر آقای پیکاس؟ اگر از این کاری لیلا فایده به دست آوردن نتوانستم، تو را در همین جا میکشم کیامینیک. این خیلی سخن مگوید جناب پیکاسم. راستی گپ لیلا هم خیلی عالی جناب بوده است. جالب لیلا نه، ملکه است. با یکی چی گویم؟ کدام وقت خود از زندان میبراید؟ آقای مظهر گروهی خوب تشکیل کرده است. کاش که با ما کار میکرد. با فکرای او دولت را در کف دست میگرفتیم. این خیال مگوید پیکاس. با مثل من در نزدتون عقل است. باور کنید به خیلی هم اومد. نجیب، دستان حرامت را به من نرسان. من هم تو را یگان مایده نمیخواهم، لیکن برای سلامتی نوربانو باید گپ زنیم. اگر که سلامتی دخترم را خواهی از او دور باش. فهمیدی؟ به تو گذارم تو عدالت بگویی. خوب گفته دخترت را زندانی میکنی. دخترم هم باشد و گناهش تصدیق شود، جزایش را باید گیرد. تو دخترت را زندانی کردنی هستی؟ حتی یک لحظه هم فکر نمی‌کنم. آدم، تو دخترت را برای کی و یا چی به حبس روانه میکنی؟ من مثل تو به وجدان نیستم آقای سنون. من از آن شرم میکنم که با گناه بی جواب به نزد خداوند بروم. نجیب سردار، تو برای چی ما رو اینجا آوردی؟ زیر حمایت برای چی آوردنم را خوبتر میداند. همه خیلی نوربانو یلماس. دادا، من یگون کاری بدی نکردم. در اینجا من پدرت نیستم. کاری نکرده باشی پس یگان جای ترس نیست. برای چی پنهانی؟ نه. پس بیا رو برو شویم و ببینیم که با خاله کاری نکرده ای. دادا. راگرد. این
دیوانه را باید نگه داریم وگرنه دخترش را حبس میکند. تو به من پیرزن و فرزند را نشان ده. یگون نقشه داری؟ تنها یک صحبت کوتاه میکنم. برای این نقشه لازم نیست. بلا بیا نباشد. پیکاس قماندان را برای سویقست شرف راهبر را بوده بود. از چه سبب باشد دست کشیدند؟ نقشه نوشان را میدانی؟ پگاه در مراسم جنازه شهیدان میکشند. چگونه رفتار میکند؟ او را قاتل از مسافه نزدیک میپراند. آن همین آدم شرف راهبر رو میکشد. انشاءالله نمیتوانند، زیرا ما هم در آنجا میشویم. بلبل بری خونده ایستاده است. مثل خواسته ما بدام افتیدند. پگاه دنبال من چنگیز میشونده. ما هم راهبرشان را به سفر پرشرف روان میکنیم. با ممکن است کمی با تو صحبت کنیم؟ با من چی گپ میزنید؟ درباره پول گپ میزنیم. پول گفتید؟ چه خیر؟ تو میگویی که رقم ماشین رو که مادرت رو پخش کرده بود نادرست دیدی. من باشم به تو پولی کلان میدهم. یعنی شاید دروغگو شوم؟ این خیلی نگوییم و پولی خوبتر به دست میاری گوییم. مثال چند مقدار؟ همین قدر زیاد است که حتی در خوابت ندیده ای. گوش کن نوربانو، در اینجا چقدر که رسمیت باشد هم من بدی کارو هرگز نمیخواهم. نمیخواهید؟ نباشد به من گپ راست رو بگو. بابایت به تو ماشین گرفته است. با آن ماشین پیرزن رو تو پخش کردی؟ نه دادا، من کسی رو پخش نکردم. مطمئنی دخترم؟ من ماشین راندن نمیتوانم، چه خیلی پخش میکنم. ملش نوربانو، مادامی که نکردم میگویی؟ دادا شما همین خیلی هستید، با من باوری ندارید. من بر زیاد تو رو باور کردن میخواهم. آنقدر زیاد میخواهم که برای آن. سردارم، خاله برای با شما صحبت کردن آماده است. مرحمت خاله، بشین. این دختر را با دقت نگاه کن. همین کس تو رو پخش کرد. بگو خاله، همین دختر تو رو پخش کرد؟ نه، نمیدونم. وای سردارم، مرا ببخشید، ما یک خطایی کردیم. چی خطایی؟ من رقم ماشین رو نادرست دیدم. نامه شکایت رو گرفتن میخواهم. کمی پیشتر میگفتی که گناهکاران جزایشون رو گیرند. چی شد که از قرار دست کشیدی؟ سردارم، یگان گپی نشده است، نادرست دیدم. چی ممکن نیست؟ ممکن است، ممکن. لیکن در یک مدت کوتاه تغییر دادن فکر عجیب آمد. به سرت یگان چی افتید و یا بجای بعد چیزی در آمد؟ شما چی گفتنی هستید سردارم؟ در اینجا اکثر تغییر دهی فکر همین گونه صورت میگیرد جناب. خاله بگو، تو را همین دختر پخش کرد؟ سردارم، شما از او چی میپرسید؟ اما چشمانشون خوب نمیبینند، او نمیدونند، خطا میکنند. هوش کن، خاموش است. نجیب سرداری قدر حملگر نشو. شد آخر. نادرست دیدم گفت کو، باز چی میخواهی؟
از دستم یکان بلا نآمده برایت از اینجا. حتی آدمگری نباید اینقدر ارزان خرید و فروخته شود. تا نوربانو رو از تو نگیرم به یکان جا نمیروم. او دختری من است، خانه من میرود. او دختری کلون است، چیزی که خواهد همان رو میکند. تو حق نداری. رفته با پلیس مراجعت کنید، با سود دهید. دخترم را نمیدیم، فهمیدی؟ دخترم را به شما نمیدیم. نوربانو را لقمه شما نمیکنم. دفع شاید اکنون. حق چنین رفتار کردن نداری. دختری کلون رو مجبور داشته نمیتوانی. به این همه جواب خواهی داد. روید کجا که میخواهید شکایت کنید. برایت از جای کار آوازم را نبرارید. برایت دفع شوید. دست حرامت را دور کن. آرام شوید. اکنون به من اجازت. مایلش در ارتباط میمونیم، لیکن چونین رفت کار در حقیقت کمی برایم عجیب می نماید. در فکر آنم که تو را شناختند. در اصل شبهه آن را دارم که این خبر میدانی دام است. پگاه توجه همون تنها این شخص نباید شود. چنان رفتار و تدبیر کنیم که گویا حمله را انتظار نیستیم. سردارم، پس به شرف راهبر گویم که در مراسم جنازه اشتراک نکنه. این را آقای شرف قبول نمی کند. راست میگوید. حتی کار درست هم نمی شود. شما میفهمید. از باوری دیده درک باوری مهمتر است. همین طور در مراسم جنازه اشتراک نکردن راهبر ناباوری ایجاد میکند. حتی با دشمنان امکان تبلیغ میبخشد. حق بر شماست. کمی پیشتر گفته بودی که قماندان را برای سوءقصد کردن ربوده بودند، اما نقشه دیگر شده است. این را میدونی؟ بله. اکنون من روم. میتوانی روی. لیلا، التماس هوشیار باش. پیکاس خیلی زیرک است. اگر با ما بودنت را داند. خواطر نشو، با من چیزی نمی شود. گپ سری خواطری نه. برای آن میگویم که احتیاط باشه. برای توجه تشکر. تو هم خودت رو احتیاط کن. بله، احتیاط میکنم. چی میشده باشد اگر یگید ملکه بودن لیلا رو فهمد؟ با فکرم چنین صحبت نمی شود. پس بگذار که داند. مینیک جانم وقتی آن هم میرسد یگید کی بودن لیلا را یک روز میفهمد. آن وقتی عجیب را همین خیل تماشا میکنه. حتی زنده میبینیم. مگر من تو را از این شوق محروم میگردانم مینیک جانی من؟ دادا سر دید مرو با کجا میبرید؟ با خانه همون میبرم. دادا چند مرتبه به شما گفتم من به خونه بر نمیگردم. با بابایم زندگی میکنم. نه خانم جوان، با من میروی. جواب این رفتارت را میدهی نجیب؟ کاری که از دستت نمیآید آن را مگو. تو را سود به سود میدوانم. این را خواهی دید. معلوم است کی را سود به سود میدواند. روید وگرنه خودم را از دست داده بلایی به سرتان میآید. تو یک وحشی هستی نجیب. ما کار این را با حقوق و قانون حل خواهیم کرد. آن وقت روزش رو میبیند. بیا جانکم. شما از حقوق چی میفهمید؟ آدم ها رو با پول میخرید، عریضه‌ای وصل میکنید. دادا چند مرتبه با شما گفتم آخر با شما رفتن نمیخواهم. نوربانو، اگر یک بار دیگر گویی که خانه نمیروم دانستمان که برای هر دیمان خوب نمیشود. خاموش شو و پیش درا. اوه شیر بچم همینجا بوده است. خوش آمده دولی جانو. آقای سیدت
марҳамат. ҷунайд, шербачаам, паго дар саҳни масҷид ин часпакро дар бадани қумандон мечаспонӣ. метавонӣ? албатта ки метавонам. офарин шербачаи ман. гир инро. میبینم که از این پس مجبوری به پلیس خانه میروی. بس کن الپرین. دادا او شوخی رو نمیفهمد. شد باشم. تو رفته خوب رو. برو. از این پس هر وقتی که من خواستم همون وقت میبروی. فهمیدی؟ اگر خواهید مکتب هم نمیروم. و مکتب میروی و پس از دست راست به خانه میایی. دادا برای چی با من چنین رفتار میکنید؟ عرق نوشیدی، به شهادت نامه ماشین راندی، پیرزن رو پخش کردی. قریب بود که پیرزن رو میکشتی. به همه این نگاه نکرده با سوال میکنی که چرا با من چنین رفتار میکنی؟ دادا چرا ما رو نمیفهمید؟ پیرزن رو من پخش نکردم. باز دروغ هم میگویی. گوش کن دخترم، قاعده عوض نشونده عائله همان چی که نباشد از راه راست دور نشدن است، در راه راست بودن است. چی ارتباطی دارد دادا؟ ارتباطی کلان دارد. اگر تو اینها رو عملی نگردانی پس من اخلاق زیبا رو به تو تلقین نکردم، از خودم سر کرده مسئله رو حل میکنیم. فهمیدی؟ عیب شما باشد پس مرا سر دید رفتم. نه، یگان فرزند حق ندارد بگوید که پدرم مرا تعلیم نداده است و هر چی که خواهد انجام دهد. هر دیمون حقای داشتمون رو اجرا کرده حل مسئله رو میابیم. دادا من به تربیه نیستم. نباشد کارهای آخرت رو یک از چشم گذرانیم؟ نادرستی ات را فهم، خطایت را خودت اصلاح کن. من یگان کاری نادرست نکردم. عرق نوشیدن، به رخصت ماشین راندن نادرستی نیست. جان نفری رو در خطر ماندن خطا نیست. عائله رو ترک کردن، دادرت رو ترک کردن خطا نیست مگر؟ کدامی از این کارت به تو میزیبد خانم جوان؟ نوربانوی که من میشناسم خیلی با عقل است و آن کارهایی رو که کرده است نشسته فکر میکند. خداوند براحتی نصیب کند. دادا درم رو محکم نکنید. یوفه sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. Haydar diri dahtar, diri dahtar. Haydar diri dahtar, diri dahtar. Haydar مسجد و اطراف تازه است. شد اطراف را درست تر نظر کن. انا قاتلی که شرف راهبر را میکشد. آن آدم را دیدید در حال بیهوش کنید، میفهمی؟ حتی امکانیت نمیدیم که به راهبر نزدیک شود. شما نگران نباشید. بچه ها به شما باوری دارم. اکنون از پشت کار شوید. چه سر دارم؟ بگید. لبای سر دارم. کاری کرده مانعی قاتل شوید، میفهمید؟ خواطر نشوید. هر چی که از دستمان بیاید اجرا میکنیم. خدا مددگارتان باد. تشکر سردارم.
ببخشید برادر، ببخشید. هوشیار باشید. مرد را دیدن زمان بیهوشش گردانید. فهمم. این را گیر شیر بچم. با این قلم تاریخ نویس. آخر پیکاس تاریخ رو تو می نویسی. چنگیز باد و من هم باشم، ما تنها بازیچه شماییم. مینیکایا به خودت ناحقی نکن. ما گفته های تو را تطبیق میگردانیم. سراسیمه نشو. پرنده به قفس درآید. اپاد منمه رو دوست می‌دارد. خدا خواهد با لذت شده است. دادا برای تو منمن کرده است. از این زیباتر چی میشود؟ انگشت‌هایش نمیخورد. خیر، من به مکتب میروم. مایلش خداوند ذهن برو نصیبت کند. چای. صبح خیر. صبح خیر. دادا چی میخواهید؟ برایت منمن کردم. با خواست خودت. تخمش کم. خیز کمی بخور. نمیخورم، گرسنه نیستم. دخترم چرا چنین میکنی؟ مگر من دشمنت هستم؟ خوبی تو را خواستن خطا است؟ اگر آن زن میمرد جوابگوی آن رو یک عمر در وجدانت چگونه میکشاندی؟ کلی اینها رو بخور و بعد به مزار مادرت میرویم. نمیخورم گفتم دادا. ما رو تنها گذارید. دخترم نوربانوی من، ما به تو نمیتوانیم، تو هم به ما نمیتوانی. این قرار به من را انجام دهیم. در پیشکارهای زیادی برای اجرا کردن است. با قهر بودن به هیچ کجا نمیرسیم. دادا ببینید خط برک چی آورده است. چی نوشته شده است؟ بابایتان باز دعوای گرفتن شما را کرده است. سنان بچه هایم را از من گرفتن نمیتوانی. چی کاری که کنی نمیگیری گفتم. مرحمت سردار.
خدا رحمت کند، مکانشان را جنت گرداند. تشکر قماندان. خدا دولت و ملت رو زوال ندهد. اگر باز فرزند می داشتم آن رو هم با جان و دل می دادم. گوش کنید، خیلی با دقت باشید. حتی پرنده از بودنتان نهراسد. فهما؟ وقتش آمد. کارت را اجرا کن. خوب انجام ده. تو را زود دیدن میخوام. خوب شده است. پیکاس راه برم. این چنگیز اگر لقمه بودن خود رو میدانست این کار رو میکرد مگر؟ مینیکایا، اگر تو لقمه بودن را میدانستی میکردی؟ حتی لحظه فکر نکردم. ببین او هم نکرد. دانسته به سوی مرگ رفت. آقای دکتر، این دارو در همه جای افته نمیشود همین طور؟ این دارو را تنها خدمات‌های مخصوص در دست دارند. حتی اگر مناسبت‌های بین المللی نداشته باشی دسترس نمی‌گردد. آقای دکتر، خاصیت‌های این دارو در چیست؟ شخصی که این دارو را استفاده برده باشد جسماً چیزی را حس نمی‌کند. برای به حرکت درآوردن دارو بیمار باید دوباره ماده حرکت درآورنده را استفاده کند. یعنی آنها از ما بیخبر قماندان را هم جسمانی و هم روحی تحت نظارت خود قرار دادند. قماندان را در خواب درآوردند. با دادن یک دارو قماندان را دوباره در حرکت می‌دارند. بیدار کرده او را چون قاتل استفاده میبرند. خدایا توبه، من باید در حال به کی گید خبر را رسانم. با دقت باشید، مرد را از دست ندهید. خدا رحمتش کند و بر ما صبر دهد. شما هم میدانید که کسی برای وطن جان فدا می کند برای خدا جانش را فدا می کند. خود را به تیر دشمن هدف می کند، مرده نمی حسابیم. در اینجا دوستانمان خوابیدند و بندگانی دوستدار خدا اند که به مرتبه شهیدی رسیدند. خدا مکانشان را جنت گرداند، روحشان شاد باد. انشالله خدا که صاحب لطف و احسان است ما را به شفاعت شهیدان نصیب گرداند. بردار کیگید، بردار تلفنت رو. نمی بردار آقای دکتر. زنگ زدن گیر. حالت قماندان را باید که داند. میلش.
گپ در اینجا؟ تمام آرام هیچ گپ نیست دارم آرام شد. ناخوز از روش رفت اینجا بیا چی گپ است؟ بیا اینجا من میفهمم چی گپ شد با دقت باشه با نفر مونان کردم سردارم تا آرام شدن در مسجد بمانیم چی؟ لازم نیست. سردارم ما تدبیرمون رو بینیم؟ میلش رفتیم. راگرد آوازت را نبره تکرار کار تمام سردارم آفرین کار خوب انجام دادید. آرام شین ابله اگر خواهی که لگت نخوری سویقت کننده را دستگیر کردیم. تشکر. وطن خدمت‌هایتان را فراموش نمی‌کند. آقای شرف شما خودتون را احتیاط کنید. تشکر. عسکرها تدبیرهای لازمی را گرفتند. فرزندم چی شد؟ این نفر دشمن جان تو است، دشمن دولت، خائنی که ملت را خیانت کرده است. فرزندم چی شد با تو؟ بیمار هستی؟ این آدم دشمن جان تو است. جزای خیانتکار چیست؟ مرگ است. پس تو این خائن را چیکار میکنی؟ گبزن آخر خوب هستی؟ وضعیت چگونه است؟ برگردن دوستمون یک شاپوت زدم حتی درک هم نکرد. آفرین شیر بچه. کار در جایش چه خیال اعلا نباشد برای نمایش شبانه تیاری بینم. با دو اشک چشمت تظاهرات خوبی تشکیل میکنی. اینی که اگر من تو را نشناسم من هم به وجه می آیم. استعدادی والای من همین است. با دو اشک چشم دریای خون جاری میکنم. آفرین به مینیکایه من. خودت را نشان ده. جنازه شهیدان توی ما می شود. بچم تو خوب نیستی. بیا تو را به دکتر نشان دهیم. این چی گپ؟ خودش این چیست؟ در گردن چی هست؟ دستت رو گیر. بچم تو چیکار کرده ایستاده ای؟ مرا دیگر فرزندم مگو فهمیدی؟ بله خیری. یک از سحر با تو سخن گفتنی دارم. چرا تلفنت رو نمیبرداری؟ برای آن جواب نمیدهم که جانم در نوک بینیم. گپ را دراز نکن و گپ زن. چی خبر؟ دارم قماندان حالا هم خطرناک است. چی خیلی خطرناک؟ تو چه ها میگویی؟ اکا او رو از رهبر حتما دور نگاه دارید. قماندان رو چون مودای ترکنده بر ضد ما تیار کردند. با تو همین قدرش رو میگویم زود باش. یک چی گپ شد؟ سردارم قماندان هر لحظه میتواند رهبر را بکشد. در حال باید برویم. چه گفتنت را خودت میشنوی؟ با خود بیا. سردار تو میمیری. خوش رو یکک میمیری. استاد به شما یک سوالی دارم. ریسک فقیر و دار از یکدیگر چه فرق دارد؟ این را از دختر خودت پرس. نه خود من هم کلان شده آدمی بد شوم. اجازت میدهم که با بهار دوگانه شوی. یعنی شما از خانه گریختی؟ من نمیروم من در نزد بهار میمونم. تو رو از زینب جدا نمیکنم بهار. سخت ترسیدم امک جان.
шифоёбӣ эҳсоси гуворое барои ҷисму рӯҳ аст ва муҳим аст ки шумо беморро бо усули комилан бехавф ва муосир табобат кунед. Маркази тиббии табобати чинӣ ҳамин гуна усулҳои анъанавӣ ва муосирро барои шифоёбиятон пешниҳод мекунад. сӯзанзании чинӣ, гиёҳдармонӣ, табобати маризиҳои қалб, фишори хун, пӯст, амрози занона, гӯш ва бинӣ, бемориҳои урологӣ, узвҳои даруна, сутумуҳра ва амсоли ин акнун дар як марказ берӯзи истироҳат барои шумо пешниҳод мегардад. акнун шумо имкон доред ки бо истифодаи таҷҳизоти муосир аз санги гурда бе кадом ҷарроҳӣ ва изи он халос шавед. суроға шаҳри душанбе, маҳаллаи 65, кӯчаи фирдавси 8. маркази табобати чинӣ, шифоёбӣ инҷо арзону осон аст. бинандагони азиз, таваҷҷӯҳ намоед ба ин хабари сесолӣ. равғани тозаи сесоли баракат пешниҳоди харидорон гардид. ин равған бо технологияи ҷадид аз беҳтарин пунбадонаи пахта омода гашта сифати баланди ғизонокӣ дорад. истифодаи он дар тамоми намуди таомҳо кафолати лаззат буда ҳунармандии ошпазону кадбонувонро дучанд мегардонад. хуштаъмӣ дар баракат аст. равғани баракатро аз марказҳои савдо харидорӣ намоед. телефонҳо барои харидории яклух ва чакана 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 38. равғани баракат дар хона ҳам осонӣ мебахшад. равғани баракат баракати дастархони мо шумост.